سلام بچه‌ها. امروز میخوام خیلی خلاصه و مختصر پروسه مهاجرت بچه‌های کادر درمان رو به کشور آلمان که خودم حالا در موردش یه اطلاعاتی کسب کردم اخیراً با هم مرور کنیم تا شاید شما هم یه اطلاعات جدید تو این مورد بگیرید. برای این کار اولین قدم اینه که شما زبان بخونید. با خوندن زبان شما هم میتونید علاقه‌مندیتون رو به آلمانی بسنجید، هم میتونید با قوانین و مقررات و اخبار جدید آلمان بیشتر آشنا بشید و هم میتونید با بچه‌ها و دوستانی که هم مسیر شما هستن راحت‌تر آشنا بشید. این به نظر من یه راه حل خیلی مفیده. بعد از زبان خوندن پروسه بعدی جمع‌آوری مدارکه. یعنی شما زبانتون وقتی به یک حدی میرسه میتونید مدارکتون رو از دانشگاه یا از مدرسه یا از هر جایی که هست باید تحویل بگیرید. فقط چیزی که لازم شما بهش دقت کنید اینه که هر ایالت توی آلمان چکلیست مخصوص خودش رو داره و اینا توی یه سری از جزئیات با هم متفاوتن. مثلا یه سری از ایالت‌ها مدارک تحصیلی مدرسه رو میخوان، لازم دارن که شما براشون بفرستین، اما یه سری از ایالت‌ها لازم ندارن. پس قبل از اینکه اقدام کنید به جمع کردن مدارک، شما مشخص کنید که میخواید به کدوم ایالت آلمان سفر کنید، مهاجرت کنید و بعد از اون برید سراغ جمع کردن مدارکتون. به نظرم اولین راه اینه که شما درستون تموم شده باشه، طرحتون رو رفته باشید. حالا این چیزایی که من دارم میگم واسه بچه‌های رشته پیرامون مثل خودم. و مرحله بعدی اینه که مدارکتون قابل گرفتن از دانشگاه باشه. حالا این مدارک شامل چی میشه؟ مدرک تحصیلی یعنی دانشنامه‌تون، ریزنمراتتون و یه سری از رشته‌ها نیاز به مدارک تفکیک دروس دارن، یه سری از رشته‌ها نیاز به کوریکولوم یا همون سرفصل دروس دارن که حالا بسته به هر ایالت یا هر جایی که میخواید مهاجرت بکنید باید اینا رو از دانشگاهتون تهیه بکنید، مهر امضا کنید و به سندیت رسمی برسونید و قابل ترجمه شد. بچه‌ها اینو لازمه که بهتون یادآوری بکنم. نظری که همه اساتید زبان دارن در مورد طول پروسه زبان خوندن اینه که زبان آلمانی تا وقتی که مدرک B2 یعنی مدرکی که لازمه واسه مهاجرت کاری برسید راحت 2 سال زمان میبره. پس واسه این کار اینو بهتون یادآوری میکنم که لازمه صبور باشید و این زبان 2 ساله رو پشت سر بذارید، اصلا ازش نترسید. به نظر من، حالا طبق تجربه شخصی که خودم و دوستای خودم داشتیم، تقریبا از وسط که رد میکنید، یعنی 1 سال که میگذره پروسه، شروع کنید به جمع کردن مدارکتون. یعنی مدارک تحصیلی از دانشگاه که گفتم و اگر مدارک تحصیلی از مدرسه لازمه که باید حالا برید مدرسه آموزش پرورش منطقه و بعد آموزش پرورش استان، مدرک تحصیلی و ریزنمراتش رو تهیه بکنید، مهر امضا کنید، قابل ترجمه کنید که حالا هر شهری یا هر منطقه احتمالاً پروسه خودش رو داره که کار خیلی سخت و عجیب و غریبی نیست. یک پروسه اداری که 1-2 روز زمان میبره و حل میشه. و مرحله بعدی پروسه آماده کردن سوابق کارتونه. بچه‌ها کسایی که طرح رفتن میتونن 2 سال سابقه کار از طرحشون بگیرن و بعد از طرحشون هم هر جایی که کار کردن میتونن سابقه کارش رو از اونجا تهیه بکنن، به این صورت که از اون مرکز بیمارستانی که کار کردن یک نامه سابقه کار بگیرن. این نامه به صورت اتوماسیون یا حتی از بعضی از دانشگاه به صورت دستی هم قبول میکنن. این گواهی سابقه کار رو تحویل دانشگاه بدن با یه سری از مدارک مثل دانشنامه، مثل یه سری از این چیزا. حالا واسه آقایون معمولا بعضی جاها پایان خدمت لازمه، اینم لازمه که یادآوری بکنم، یادتون نره پایان خدمت. و نکته دیگه این که برن دانشگاه تحویل بدن، منتظر بمونن دانشگاه طی حالا پروسه اداری که خودش داره این مدارک رو به رسمیت بشناسه، تایید بکنه، استعلام بگیره و در نهایت یک گواهی سابقه کار مرتب و منظم با امضای رئیس دانشگاه اگر اشتباه نکنم به شما میده که این گواهی قابل تایید توسط سفارت و بعد ترجمه است. بچه‌هایی که مثل من رشته پیراپزشکی هستن لازمه که حتما کارت نظام پرستاری داشته باشن، چون تقریبا تمام ایالت‌های آلمان کارت نظام پرستاری و علاوه بر اون بعضی از ایالت‌ها یک مدرک به اسم گود استندینگ که از طریق همون سازمان نظام پرستاری تهیه میشه لازم دارن. پس لازمه اولیه‌اش همون کارت نظام پرستاری. شما کارت نظام پرستاری رو بگیرید، یعنی عضو نظام پرستاری بشید، این عضویتتون رو تو نظام پرستاری ثبت بکنید، یه مبلغ خیلی کمی باید بدین
که کارت نظام پرستاری واسهتون صادر بشه که اونو بتونید قابل ترجمه بکنید. و در کنار کارت نظام پرستاری در بعضی از ایالت‌ها که بوده سندینگ می‌خوانم از طریق همون نظام پرستاری شما میتونید مبلغ وارد بکنید، یه پروسه اداری رو پشت سر بذارید و بعدش برید برای تهیه بوده سندینگ اقدام کنید. اون البته هزینه‌اش 5 میلیون تومانه. پس اگر ایالتتون لازم نداره اصلا اونو نگیرید. مدرک تحصیلی، کاری، مدارک شناسایی، کارت نظام پرستاری اینا همه آماده بود. مرحله بعدی اینه که شما ترجمه کنید. غیر از مدارکی که زبان اصلیشون انگلیسیه، تمام مدارکی که به زبان اصلیشون فارسیه رو شما باید به زبان آلمانی ترجمه کنید. داره ترجمه‌های زیادی تو تهران و برای شهرهای دیگه هستن که این کار رو انجام میدن. البته اینم داخل پرانتز بهتون بگم که بعضی از ایالت‌های آلمان هنوز هستن که ترجمه‌های ایران رو قبول ندارن، یعنی شما باید اصل مدرکتون بفرستید آلمان، اونجا به زبان آلمانی ترجمه بشه و بعد اصل مدرکتون رو پس بگیرید. این یه پروسه زمان بره یکم، ولی خب اگر میخواید بعضی از ایالت‌ها رو برید باید با توجه به چک لیستشون همین کارو بکنید. نکته بعدی اینه که حتما بدونید بچه‌های متأهل یا بچه‌هایی که جدا شدن سند ازدواج، سند طلاق، شناسنامه و اینجور چیزا رو حتما باید بهش دقت کنن. علاوه بر اون مدارک تحصیلی و کاری، مدارک شناسایی که گفتم خیلی هاش تو بعضی از مواقع لازمه واسه ترجمه کردن. شناسنامه هم تقریبا فکر می‌کنم واسه تمام ایالت‌ها لازم باشه واسه ترجمه. شاید واسه مرحله اول لازم نباشه ولی واسه پروسه دریافت ویزا، دریافت پیش تاییدیه اینا لازمه. اینکه چک لیست مورد نیاز هر ایالت رو شما چجوری میتونید پیدا بکنید، من سعی میکنم آدرسش رو حتما براتون این پایین توی دیسکریپشن بذارم که برید بخونید، مطالعه بکنید و راهش رو یاد بگیرید. بعد از اینکه داره ترجمه به شما گفت که مدارکتون آماده است و به تایید دادگستری رسیده، حالا شما چه کار میتونید بکنید؟ بچه‌ها اینو یادتون نره که مدارک وقتی ترجمه میشه باید مورد تایید وزارت دادگستری و وزارت خارجه قرار بگیره. معمولا دارالترجمه‌ها این کارو خودشون انجام میدن، ولی ممکنه تو بعضی از مواقع مدارکتون تحویل خودتون بدن که شما خودتون برید انجام بدید، که اگر هم این کارو کردن این فقط یه پروسه اداریه که 1 الی 2 روز طول میکشه و میتونید این کارو راحت انجام بدید. خب حالا مدارک ترجمه شده و تایید شدهتون رو دستتون دارید، میخواید ببینید تو مرحله بعدی باید چیکار. مدارکی که ترجمه میشن فقط 1 سال اعتبار دارن و بعد از این 1 سال دوباره شما باید از اول پروسه ترجمه رو طی کنید. پس حواستون باشه مدرکتون رو بعد از اینکه ترجمه کردید بلافاصله باید برید سراغ تایید کردنش توسط سفارت. مدارک از طریق یک شرکت واسطه کارگزار به اسم ویزامتریک به دست سفارت میرسن. ویزامتریک یک بار مدارک ما چک میکنه، نوبت‌دهی میکنه، این پروسه های اداریشو انجام میده و بعد میره دست سفارت. سفارت امضا و مهر میکنه، پس میدن به ما. پروسه خودش رو داره، روند خودش باید طی بشه. روند نوبت‌دهیش اخیراً تغییرات خیلی زیادی کرده، پس برید حتما سایتش رو با دقت بخونید که بتونید درست و قانونی نوبت درست بگیرید. یکم سختگیر ویزامتریک، رو مهرها، حتی رو امضاها، روی کاغذها که کپی و اصل و چی باشن. پس چند بار قبل از اینکه برای ویزامتریک با آدمای مختلف، با آدمایی که پروسه طی کردن این مدارک رو چک بکنید. این احتیاط و کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. شما ویزامتریک باید 2 تا کار انجام بدید. 1 مدارکتون رو لگال کنید، لگالیزاسیون بکنید، یعنی قانونیش کنید توسط سفارت. و مرحله دوم از برگه هایی که قانونی شده، لگال شده، یک کپی برابر اصل همونجا تهیه بکنید که این کار خود سفارت براتون انجام میده. فقط شما سفارش میدین که چه برگه هایی نیاز به کپی دارن یا نیاز به لگال دارن و اونا رو سفارت واسهتون انجام میده. طبق اون چک لیستی که شما میخواین کار انجام بدین باید یه سری از مدارک رو لگال کنید، یه سری از مدارک رو بگلاو کنید. بگلاو یعنی همون کپی برابر اصلی که توسط خود سفارت تهیه میشه. پس حواستون به اینا باشه، کپی از بیرون سفارت مورد قبول نیست. بعضی از ایالت‌ها مدارک زبان میخوان، بعضی از ایالت‌ها مدارک مدرسه رو میخوان، بعضی از ایالت‌ها بوده سندینگ میخوان، بعضی از ایالت‌ها سوء پیشینه رو همون اول میخوان و. پس باید چک لیست ایالتتون رو دقت بکنید. وقتی به چک لیست ایالت با دقت نگاه کردید، خوندید، موردی بررسی کردید، همه مدارک رو دارید، حالا که از طریق
یکی از پست‌های بین‌المللی میتونید مدارکتون بفرستین به کشور آلمان به اون آدرسی که مورد نظر هستش، کد پستی و آدرس رو بنویسید. تقریبا 3 یا 4 روز کاری بعد از اینکه شما میفرستید مدارک میرسیده میشه به اون اداره و پروسه معادل سازی مدارک شما توی اداره معادل سازی یا انرکنینگ اون ایالت شروع میشه. بچه‌ها توی مرحله دیگه شما باید کم کم به آخرای پروسه زبانتون رسیده باشید یا اینکه آزمون زبانتون رو داده باشید واسه بعضی از ایالت‌ها و دیگه آخرای کاره دیگه، از اینجا بعد خیلی سخت نیست. شما بعد از این باید منتظر بمونید تا اداره معادل سازی مدارک به شما یک نامه یا یک ایمیل بده مبنی بر اینکه مدارک شما در دست بررسیه. معمولا شماره پرونده بهتون میدن که باید پیش خودتون نگه دارید به صورت خصوصی و پیگیری‌های بعدی رو از طریق اون انجام بدید. این پروسه معمولا حداقل 2 یا 3 ماه طول میکشه. تا بعضی از ایالت‌ها تا اونجایی که من میدونم حتی شده که 9 ماه 10 ماه این پروسه زمان برده. پس خیلی لازمه که صبور باشید واسه این مرحله. و بعد از اینکه پروسه بررسی مدارک شما توسط اداره معادل سازی تموم شد، اونم یه تاییدیه به اسم دفیتسیت بشاید به شما میدن. تو اون تاییدیه نوشته شده که شما چه دوره برای معادل سازی مدارک احتیاج دارید، چقدر دوره تئوری بهتون خورده، چقدر دوره عملی بهتون خورده، باید چقدر مدرسه پیدا بکنید، شوله پیدا بکنید و کارهای شبیه این. پس روند ادامه کارتون تو آلمان رو یه جورایی به شما برنامه‌ش رو میدن. خب این مرحله است که شما باید برید سراغ پیدا کردن کارفرما، مکاتبات با اونا، ایمیل زدن که آلمانی‌ها خیلی دوست دارن. بعد از اینکه قرار مصاحبه هماهنگ شد شما سوالا رو جواب میدین. باید تو این پروسه تو این مرحله زبان آلمانیتون خوب باشه، بهش مسلط باشین، چون تقریبا تنها چیزی که اونا از شما میخوان توی مصاحبه زبان آلمانیه، چون مدارکتون رو که دیدن بررسی کردن، فقط زبان آلمانیتون براشون مهمه تو اینجا و اینکه ببینن چقدر اعتماد به نفس کار دارین، چقدر روابط عمومی دارین و این چیزا. بعد از مصاحبه اونا به شما میگن که ما خواستیم با شما ادامه همکاری داشته باشیم یا نخواستیم. اگر نخواستن که هیچ، شما میرین با یکی دیگه مصاحبه میکنین. اگر خواستن که حالا شما اینجاست که باید بهشون بگین که انتظار شما از اونا چیه. یه سری از فرما سفارت میخواد لازم داره، مثل پیش تاییدیه، مثل چند تا فرم دیگه که این کار رو باید کارفرما انجام بده، بفرسته واسه اداره خارجی‌های آلمان اون ایالت و اون اداره خارجی‌ها پیش تاییدیه نهایی رو واسه شما بفرسته. توی مرحله آخر یعنی مرحله مصاحبه سفارت شما باید حتما مدرک زبان حداقل B2 تون دستتون باشه، به شایدتون دستتون باشه، پیش تاییدیه کارفرما دستتون باشه، مدارکی که ترجمه کردید، اصل مدارک تحصیلی و کاریتون دستتون باشه. همه اینا رو ببرید تحویل سفارت بدید. سفارت با شما یه مصاحبه تقریبا ساده انجام میده که از انگیزه و حس و حال و میزان دانش زبانتون آگاهی پیدا بکنه. و بعد از این میدین یادتون باشه که پروسه مصاحبه توی ویزامتریک این روزا داره انجام میشه و دیگه کمتر کسی پروسه مصاحبهش از طریق سفارت انجام میشه. و اینکه یادتون نره تنها چیزی که اینجا خیلی مهمه فقط صبوریه و شما خیلی جا باید زیاد منتظر بمونید، باید صبر داشته باشین، اصلا نگران نباشین. بچه‌ها واسه این کار شما نیاز به همکاری با هیچ وکیل، هیچ شرکت و یا هیچ چیز خاصی ندارین. شما میتونید به راحتی این کار خودتون انجام بدین. فقط 2 تا چیز لازمه که حتما صبور باشید، لازمه که یکم دانش زبانیتون توی کارهای اداریش خوب باشه، یکم سر در بیارید و یکم عاقل و باهوش باشید، حواستون باشه مدارکتون رو درست به موقع جفت و جور کنید. امیدوارم که این مراحل همتون به زودی طی بشه و هممون تو جایی که دوستش داریم و دوست داریم ادامه زندگیمون اینجا باشه زندگی کنیم.